به ادامه صحبتام در رابطه با رسیدن به هدفهای بزرگ می‌پردازم. بسیاری به جای اینکه هدفشون مورد توجه باشه، مورد نیازشون باشه، مهم باشه برای خودشون، میان اونو بر اساس شرایط اجتماعی بیان میکنن. برای مثال من میخوام پولدار شم به خاطر اینکه امروز پولدارا از افراد مهم جامعه به نظر میان و اونجاست که به دیگران بیشتر توجه دارم تا به خودم. اگر خواستم واقعی باشه و به خودم اهمیت بیشتری بدم، همین الان قدم اول اون بچه قدم و برای رسیدن به پول برداشتم و برای رسیدن به اون پول میگم که به اون پول احتیاج دارم و با هوشیاری فکر می‌کنم که رسیدن به اون پول برام اهمیت زیادی داره. خیلی جدی با اون رابطه برقرار میکنم و اونجاست که معرف خودم برای خودم میشم. احتیاج داریم که تموم احتیاجاتمون رو به صورت هدفهای بیشمار داریم و به اونا بپردازیم. یک هدف واضح و روشنه و میتونیم به اون بچسبیم، اون رو به انجام برسونیم و هدف بعدی رو در تیررسمون قرار دهیم و متعهد شیم که اون چرا که در دست داریم رو به انجام برسونیم. قرار دادن اولویت هم خیلی مهمه در رسیدن به هدف. همونجوری که گفتم احتیاجی نداریم که هدفهای مختلف و بیشماری رو تو برنامه قرار بدیم. یه هدف بزرگ رو میتونیم همراه با یه هدف کوچیک در برنامه قرار بدیم. هدف بزرگ ما میتونه شخصی باشه و هدف کوچیک ما میتونه شغلی باشه. انجام رسوندن یه هدف کوچیک و یه هدف بزرگ بهتر از چندین هدف مختلف و گوناگونی که هیچ موقع موفق به انجام اونا نیستیم. مثلا هدف شخصیمون میتونه تحصیل در دانشگاه باشه، خرید اتومبیل، خرید خونه، ازدواج، شرکت توی تیم ورزشی، نوشتن یه مقاله، شعر و حتی ترک عادت بد مانند مصرف مشروب، سیگار و غیره. هدف کوچیکمون میتونه یاد گرفتن حرفه‌ای در رابطه با کارمون، مثل یاد گرفتن بیشتر کار با کامپیوتر، کار کردن با یه ماشین افزار، چگونه بهتر برخورد کردن با همکار سخت یا رئیس بد اخلاق و یاد بگیریم که ارتباطاتمون با دیگران چگونه بهتر کنیم. بالا رفتن از پله پله از نردبون ترقیه که به یک زندگی ایدئال ما رو نزدیک میکنه و این ندون احتیاج به تکنیک‌های قوی داره. باید خودمون رو به اندازه کافی لایق و قوی بدونیم تا بتونیم نظم و ترتیب برای اداره امور زندگیمون به وجود بیاریم. اگه هدفی برایتون واقعا مهمه، باید حواستون رو کاملا معطوف کنید تا برداشتن کوچکترین موانع از سر راه و هر چه سریعتر به آنها بپردازیم. تمرکزی که دیگه از مواد لازم است. برای رسیدن باید از کارهای غیر ضروری دوری کنیم، چون این گونه کارا ما رو به اندازه تری که داریم روی آن کار میکنیم اهمیت ندارن و همیشه برای انجام اونا وقت هستش. مثل تلفن‌ها، ایمیل‌های طولانی که برای ما غیر ضروری هستن، نمیتونیم به اونا برسیم ضمناً هدف مورد توجهمون رو دنبال کنیم. باید یکی رو به دیگران ترجیح بدیم. باید از خودمون سوال کنیم آیا واقعاً انقدر مهم هستن که میتونن قابل توجه باشن؟ آیا با آنها نیاز دارم و یا ترجیح میدن که یه قدم به هدفم نزدیکتر بشم؟ باید اجازه بدیم کمی از کمبودهای جزئیمون دست نخورده بمونه تا آسیبی به رشدمون در راه حل کمبودهای اساسی نشن. لازمه یه پوشش حفاظ روی هدفمون بکشیم تا جلوی کجروی چیزایی رو که مربوط به اونا نیستن رو بگیریم. اگه زمانی احساس میکنیم که احتیاج به استراحت داریم، به خودمون بریک بدیم، استراحت کنیم و دوباره شروع کنیم. مرحله کردن یه طرح هم از مواد لازم دیگه است. برای رسیدن به هدفهای بزرگ باید اونا رو به قسمت‌های کوچکتری تقسیم کنیم. پاره ای از هدف اون رو جدا کنیم،
کار روی اونو شروع کنیم و بدون ترتیب طرح ما واضح‌تر و روشن‌تر و اونو راحت‌تر انجام میدیم. اگه هدف شماره 1 واسهتون واضح و تفهیم نشه، طرح شروع هدف بعدی قسمت دوم هدف مشکل میشه. ممکنه شروع یک کار بزرگ احساس اضطراب و دلشورگی کنید و این نباید شما رو به تعویق کار تشویق کنه. در نظر داشته باشیم که بعضی از احساسات مانند اضطراب در حال شروع کار کاملا طبیعی هستند، به خصوص کاری اگه مهم باشه. وقتی روی پروژه مهم و بزرگ کار میکنید، اضطراب به طور منفی تو شما عمل میکنه. ولی وقتی کار رو به طور جدی دنبال میکنی، این احساس اضطراب و احساس منفی که کم اومده درون شما کم کم با شما همدست میشه و به تمرکز تبدیل میشه. یه وقت به خودتون میانوینین که به چه خوبی مشغول انجام دادن کارتونین و قسمت‌های کوچک کار خود به خود وارد عمل انجام میشن و یه اقدام به طور یه نواخت وارد مرحله بعدی میشه. لازم است برای هر قسمت از پروژه زودتر دکمه شروع فشار بدیم و به زودی می‌بینیم که نیروهای حرکت آنی رو برای ادامه کار به وجود آوردیم. اهمال بهانه آوردن هم یکی از مواردی که باش به توجه کرد. بهانه برای انجام ندادن کارهای بزرگ خیلی آسونه. مثلا من به خودم میگم که من نظم و ترتیبی که واسه کارا رو باید بدم و نمیدونم، برای اینکه واسه این کار انگیزه کافی ندارم، برای اینکه اول این کاری که در دست دارم شروع کنم تا ببینم بعداً چی میشه. این گونه اهمال کاری یا بهانه ها رو به کار بگیرید، رسیدن به هدفتون 10 بار بیشتر وقت میگیره. انجام ندادن کارها خیلی آسونه. هر کسی میتونه انجام نده کاری رو. ولی اگه میخواید کسی باشید باید انجام بدین، باید شروع کنین. همیشه فرصت برای شروع کردن آماده است و همیشه فردا وجود داره، ولی ما تو لحظه باید باشیم، الان باید شروع کنیم. واسه من و شاید برای خیلی دیگه هم خیلی سخت شروع کردن، برای اینکه دیگه آخر خط رسید باشه و ناچار و مجبور رو استارت کنم. از شروع کردن واهمه نداشته باشید، اونو به بد موکول نکنین. مثلا امسال تابستون میخوان اضافه وزنتون رو کم کنین، تاریخی برای شروع در نظر بگیرین و به خودتون قول بدین که از اون تاریخ شروع کنید و وقتی اون تاریخ رسید فقط شروع کنید، دیگه دنبال هیچ بهانه‌ای نگردین. به خودتون قول دادین و سر قولتون وایسین و بعد از شروع کارها آسان‌تر خواهد شد. شما خودتون در نظر بگیرید که میخواد کاری واسه خودتون بکنید، فکر کنید میخواد این کار رو برای رفیقتون انجام بدید. واسه اینکه ما انسان‌ها کار برای دیگران رو بهتر انجام میدیم، سر وقت میریم، جدی هستیم، میخوام به انجام برسونیم، نتیجه بگیریم، ولی در مورد خودمون انقدر جدی نیست. حالا وقتی میخوام یه کاری انجام بدیم، بیایم در نظر بگیریم که ما میخوام اینو برای کسی دیگه انجام بدیم. خود شخصتون رو بذارین رفیقتون، میخوام برای رفیقتون انجام بدیم، اون موقع است بهتر به کار بچسبید. فکر کنید به خودتون دارین کمک میکنه، خودتون که نوع رفیقتون رو به روزونه به نفر دومتون کمک کنید. همیشه مثبت باشین و به موفقیت فکر کنین، نه به شکست. خوشبین باشین. امیدوارم که استفاده برده باشین. از دوستان زیادی که ایمیل فرستادن واسم و تشکر کردن قدردانی میکنم و
گفتن چرا زبان انگلیسی صحبت نمی کنی؟ بچه هاشون جواناشون لازم دارن که اینا رو گوش کنن. خیلی وبسایت های انگلیسی زبان هست، حتی ایرانی هایی که به زبان انگلیسی صحبت میکنن و خب انگلیسی های دیگه که پر وبسایت توی اینترنت اگه بگردین. و خیلی ها دوست دارن زبان فارسی گوش کنن و بهتر فهمیدنش خیلی بهتره، آسون تره. واسه خیلی ها مثل من که زبان انگلیسی چون زیاد خوب نیست و انشالله در آینده خب این کارم میشه کرد، به زبان انگلیسی هم ویدیو تهیه کرد. و ببخشید از اینکه نتونستین چشمای زیبای منو ببینین، به خاطر اینکه نور خیلی زیاد بود من چشم اذیت میکرد، ترجیح دادم به جای اینکه چشمو ببندم عینک بزنم. به ویدیو بعدی هم توجه کنید. مرسی.